سلام، من فاطیما هستم. پرستار بخش ویژه ساکن آلمان. به کانال من خوش اومدید. با سری ویدیوهای آموزشی در خدمت شما و قصد دارم کلمات، اصطلاحات آلمانی و تجهیزات بیمارستانی رو به صورت تخصصی به شما آموزش بدم تا بتونید قبل از ورود به کشور آلمان و قبل از ورود به محیط تخصصی یه سری از اصطلاحات و تجهیزات رو به راحتی یاد بگیرید. ویدیو رو تا آخر ببینید و اگه براتون مفید بود لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. با من همراه باشید. بیایید قبل از هر چیزی شما رو با یه اصطلاح آشنا کنم که خیلی جاها از اون استفاده میکنیم. کلمه اوبرواخونگ. این کلمه به معنی نظارت که خیلی جاها ازش استفاده میشه. به طور مثال میگیم اوبرواخونگشتاسیون، بخش نظارت یا بخشی که در اون بیمار مانیتورینگ میشه. یا میگیم تمپراتور اوبرواخونگ به معنای مانیتور دمای بدن بیماره. خب بریم سراغ روش‌های متفاوت تمپراتور اوبرواخونگ. اینجا توی ICU آلمان تقریبا همه بیمارا از طریق کاتتر ادراری دمای بدنشون به صورت لحظه‌ای روی مانیتور ثبت میشه. که این کاتترها یه خروجی داره که به اون کابلی از پشت مانیتور وصل میشه و شما میتونید دمای بدن بیمار رو به صورت لحظه‌ای روی مانیتور ببینید. به این روش میگن تمپراتور اوبرواخونگ اوبر بلازنکاتتر که نظارت بر دما از طریق کاتتر ادراری هست. وسیله بعدی و روش بعدی اور ترمومتر هست که این وسیله هم سری و ادپتورهای یه بار مصرف برای هر بیمار داره. همینجا 2-3 تا اصطلاح رو بهتون یاد بدم. فیبر مسن oder تمپراتور مسن به معنی اندازه‌گیری تب یا دما هست. تمپراتور مسگرت به معنی دستگاه اندازه‌گیری دما هست. همچنین 2 روش دیگه داریم که بهش میگیم رکتال تمپراتور مسونگ که از طریق رکتال دما اندازه گیری میشه و اورال فیبر مسونگ اون تا در سونگ که از طریق دهان بیمار و زیر زبان بیمار اندازه گیری میشه. و روش آخر از طریق زیر بغل بیماره که میگیم فیبر مسن unter der Achsel. همه این روش‌های روتین اندازه‌گیری است. همانطور که میدونید نسبت به شرایط سن بیمار هر کدوم در جایگاه خودش کاربرد داره. خب دوستان، اگه ویدیو رو تا آخر دیدین و براتون مفید بود، حتما ویدیو رو برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید.